خب بریم سراغ قسمت 5 تحلیل انیمیشن المنتال. تا اینجا کار کردیم، ببینیم چی میشه بعدش. Ember, I'm doing a reading. یعنی من دارم این دوده رو میخونم. اوکی، یه جورایی یعنی داشتم وسط کاری بودم که داشتم انجام شدم. I'm doing، دارم فلان کار رو انجام میدم، در حال انجامش هستم. reading هم که همون میشه معنی خواندن میده که در واقع منظور اینجا خواندن هستش. بچه ها ببینید یه جور دیگه گفتش، به جای اینکه بگه I'm reading گفت I'm doing a reading. اینجا reading در واقع یه فعالیتی هستش که یه ریدینگ ساده مثلا یه کتاب یا هرچی نیستش، در واقع داره یه عملی مثل حالا فالگیری انجام میده، به خاطر همین به صورت عبارت جداگونه ازش استفاده کرد. Sorry, gotta grab some stuff. Sorry, gotta grab some stuff. بعد یه سری چیزا بر می داشتم. grab معنی برداشتن میده. اوکی، همون مثل take میمونه، منتها یکم غیر رسمی تر هستش و در واقع take یکم general تر هستش. Going for dad's record. اوکی، میخوام برم رکورد بابا رو بشکنم. اوکی، going for یعنی بریم که رکورد بابا رو بشکنیم. Going for dad's record. So, are we a match? So, are we a match? خب چی شد پس؟ هستیم ما با هم مچ، یعنی ما با هم دیگه میایم. بچه ما تو فارسی میگیم ما با هم مچیم، خب ولی اینا میگن که ما با هم یک مچیم، پس یادتون باشه این ایه رو باید بذاریم. It's true love. It's true love. این عشق واقعیه. Which is more than I ever smelled on this one. Which is که هست more than بیشتر از اون چیزی که I ever smelled که تا به حال بویدم یا بو کردم on this one از این. خب یعنی تا حالا هیچ وقت چنین بویی از این حس نکردم. اوکی. Oh, goody, this old chestnut. Goody, this old chestnut. اوکی. یعنی چی؟ این موضوع goody خوبه دیگه. اوکی. This old chestnut بازم همون موضوع قدیمی. اوکی. Yep, nothing. Yep. Yep. یعنی آره. پس yes رو یا یا yep هم میتونیم بگیم. Nothing. آره بازم چیزی نیست. Goody, this old chestnut. Yep, nothing. Future of sadness. With me. Your finding match was dying wish. Promise me one thing. اوکی. خب یه وقتایی این دوتا با هم دیگه Work with me. Which is more than I ever smelled on this one. Oh, goody, this old chestnut. تا اینجاشو گفت. Yep, nothing. Yep. Nothing. یعنی آره هیچی نیست. اوکی. همونطور که گفتم yep رو هم میگیم هم yes میگیم. yep وقتی که یه کمی حالت طعنه‌آمیزم میتونه داشته باشه. Just a loveless, sad future of sadness. Just یعنی فقط a loveless بدون عشق sad غمگین future of sadness آینده غمگین. اوکی، یه آینده غمناک بدون عشق. Ember, work with me. Ember work with me. Amber ببین چی میگم بابا، گوش بده. اوکی، work with me. پس work with me یعنی که به حرف من گوش بده، یعنی با من کنار بیا. Your finding match was my mother's dying wish. Your finding match was my mother's dying wish. اوکی، اینکه تو یه مچی پیدا کنی، your finding match پیدا کردن مچ تو، اوکی، was my mother's dying wish بود در واقع آرزوی قبل از مرگ مادرم. my mother مادرم. پس dying یعنی چی؟ اینجا منظور اون لحظه مرگش این آرزو رو داشت. Promise me one thing.
promise me one thing. یه قول به من بده. اوکی؟ یه چیزی رو به من قول بده. promise me به من قول بده. خب پس نمیگیم promise to me یا هر چی دیگه. promise me one thing. Marry fire. marry fire یعنی فقط با یه آتیش ازدواج کن. فقط نمید چجوری میمیرن. باید بالشش آخه چرا آدم باید مثلا ببخشید آتیش باید بالشش از جنس چیز باشه، کنده درخت باشه. نمیدونم. Nice try, Mom. Nice try mom. Gotta go. Okay. تلاش خوبی بود مامان. Okay. Gotta go باید برم. پس وقتی میخوای بری خیلی خوبه. یکی از عبارتهای خیلی پرکار بوده. Gotta go باید برم. Go. Save it for the wedding. Save it for the wedding. Okay. این کارا رو save it یعنی نگه دارید. save یعنی کلاً پس انداز کردن، ذخیره کردن. save it for the wedding یعنی این کارا رو بذارید برای عروسیتون. Yo, 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 Amber. یو 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 امبر. یو 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 یعنی سلام 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 امبر خانوم. بعد اینجا یو در واقع معنی یوه. خب همون هی تو مثلا مثل این میمونه که حکم سلام کردن رو داره تو انگلیسی به صورت غیر رسمی. Yo, Claude, can't talk. Yo Claude can't talk in a hurry. سلام کلاد، ببخشید نمیتونم حرف بزنم، عجله دارم. بچه ببینید توی هر دوتا این جمله اصل جمله چی بوده؟ can't talk. I can't talk. اوکی؟ آیش رو اینجا حذف کردیم. بعد اینجا تازه جمله این بوده I'm in a hurry. اوکی؟ که کلن I'مش رو یعنی هم فاعل و هم فعل اصلی رو اینجا حذف کردیم. Can't talk in a hurry. اوکی؟ پس توی زبان انگلیسی غیر رسمی هم خودشون هم مثل ما فارسی زبانی میگیم رفتم، نه مثلا نمیگیم من رفتم، مثلا دیروز دیدمش نمیگیم من دیروز دیدمش. خب اینا گاهن پیش میاد که توی انگلیسی غیر رسمی فاعله رو نمیگن، حتی فعله رو هم گاهی حذف میکنن چون طرف میفهمه دیگه داره چی میگه. Hurry, and don't let my dad catch you out here again. And don't let my dad catch you out here again. یعنی don't let نذار، اجازه نده. اوکی؟ My dad پدر من catch you out here again دوباره تو رو اینجا گیر بیاره یا ببیند. اوکی؟ catch میشه گرفتن. You out here این بیرون تو رو ببینه. اوکی؟ What? Come on, he doesn't like my landscaping. What? چی؟ Come on بی خیال. اوکی؟ این کامان خیلی منده. کامان یعنی یالا بیا دیگه بی خیال. اوکی؟ He doesn't like my landscaping یعنی از ظاهر من یا از چمن‌ها. اینجا نمیشه چمن‌آرایی یعنی از منظره من خوشش نمیاد. اوکی؟ landscape میشه کلا منظره. بعد landscape بچه اینجا معنی به صورت فعلی آورده. landscaping اینجا منظور آرایش موهاش هستش. Anyway, June Bloom is coming. Anyway, John Bloom is coming. John Bloom اسم یه شخص خاصی بود. حالا من دیگه از روش رد شدم خواهی که خیلی مهم نبود. You just got to be my date. And you just got to be my date. و تو باید همراه من باشی. دیت اینجا بچه دیت چند تا معنی داره. یکی از معنیاش خرماست، یکی از معنیاش تاریخه، یکی از معنیاش میشه قرار گذاشتن. حالا یکی دیگه از معنیاش کلا میشه خود اون شخصی که باش قرار داری. خب یعنی باید همراه من باشی. بعد got to که گفتیم gotta go باید برم. حالا got to اینجا یعنی باید کلا، پس got to میشه باید. اصلا هم نیاز میگیم مثلا get to چون got to معنی حالت گذشته داره ولی اینجا ساختاریه که کلا همیشه صورت گذشته میاد و معنی باید هستش. Cause check it out چون حدس بزن چی شده. Cause check it out. Cause check it out چون اینجا رو باش. اوکی؟ check it out اینجا رو باش. I'm all grown. I'm
all grown up. من کامل دیگه بزرگ شدم. all grown up یعنی کامل دیگه بزرگ شدم. یعنی آدم بزرگ یا بالغ شدم. Grown up. And I smell good. And I smell good. و بوی خوبی هم میدم. Okay. Ow, my queen. Oh, my queen. ملکه من. Okay. Sorry, buddy. Elements don't mix. Sorry buddy. ببخشید رفیق. پس باری میشه رفیق. اوکی. یه کلمه غیر رسمی تر از دوست هستش. حالا friend هستش. مثلا friend رسمی تره. باری غیر رسمی. Elements don't mix یعنی اون عناصر با همدیگه ترکیب نمیشن. نمیتونن با همدیگه باشن. اوکی. Flame, gotta go. Flame. Gotta go. شعله. اوکی. باید برم. Come on, go. Come on, go to the festival with me. با من بیا به این جشن. Okay? Come on. بی خیال. Go to the festival. بیا به جشن with me. با من. To the festival with me. You never leave. You never leave this part of town. تو هیچ وقت ترک نمی کنی این قسمت شهر رو. Okay? This part of town. That's because everything I need is right here. من که هر چی من نیاز دارم همینجا هست. Everything I need is right here. Okay? Right here درست همینجا. Plus, the city isn't made with fire people. Plus ضمناً یا علاوه بر این یا گذشته از این. Okay? The city isn't made with fire people in mind. یعنی این شهر رو یه جوری ساختن. The city is made isn't made یعنی یه جوری ساخته نشده که with fire people که یعنی هیچ فکری به حال مردم آتیشی نکردن. Okay? یعنی تو ذهنشون with fire people in mind یعنی که بدون اینکه افرادی که از جنس آتیش هستن رو توی ذهنشون داشته باشن یا به فکر اونا بوده باشن. In mind. Sorry, but it'd take an act of God. Sorry, but it take an act of God to get me across that bridge. یعنی مگه خدا یه کاری بکنه که من بیام از این ور پل بیام اون ور پل. اوکی؟ To get me across that bridge. To get me across that bridge. Cross میشه رد شدن. An act of God An act of God یعنی کار خدا. or an act of love. یعنی که من یه کاری بکنم. مثلا یعنی اقواش کنه و بکشونش. اوکی؟ an act ها پس میشه act اینجا میشه چی؟ کار خدا. خب تا همینجا بس. Gotta run. gotta run دوباره از همون gotta استفاده کرد. خب تا اینجا بسه.